سلام به خبرهای این ساعت از طلو و طلو نیوز خوش آمدید. سرخط خبرها. هشدار دونالد ترامپ در سخنرانیش در سازمان ملل متحد به کشورهای پشتیبان هراس افغانان. ترامپ میگوید که کشورهای پشتیبان طالبان و دیگر گروه‌های هراس افغان باید افشا شوند. زمان آن فرا رسیده است تا کشورهایی را که از القاعده، حزب الله و طالبان و دیگر گروه‌هایی که مردمان بیگناه را قتل عام می‌کنند، پشتیبانی می‌کنند و آن را تمویل می‌کنند، افشا بسازیم. دانش ریاست جمهوری در برابر ثواب الدین مخکش. طرح قومگرایانه ثواب الدین مخکش دیدگاه شخصی او بوده است، نه دیدگاه حکومت. له اشخاصو سره قانوني برخورد شوی دی، نور به هم دا موضوع څېړنه کیږي. رویای کودکان خیابانی برای نقاشی ها. موتر، خانه و رفتن به مکتب تنها آرزوی این کودکان هستند. ما مکتب میکنیم که ما یا معلم شوم یا دکتر شوم. و هشدار بی سابقه ترامپ به ایران و کره شمالی. کره شمالی را نابود خواهیم ساخت. ایران عامل اصلی جنگ‌های داخلی در خاورمیانه است. من فؤاد امان هستم. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا هشدار می‌دهد که در برابر کشورهای پشتیبان طالبان و القاعده دست به کار خواهد شد. دونالد ترامپ در نخستین سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد می‌گوید زمان آن رسیده است تا کشورهای پشتیبان طالبان، القاعده و حزب الله لبنان افشا شوند و مسئول نگه داشته شوند. او می‌افزاید که طالبان مانند گروه‌های هراس افغان دیگر مردمان بیگناه را می‌کشند و آمریکا شیوه برخورد با این گروه را تغییر داده است. دونالد ترامپ در نخستین سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل به کشورهای هشدار می‌دهد که به باور او از گروه‌های هراس افغان پشتیبانی می‌کنند. وی هرچند از پاکستان نام نمیبرد، اما گروه طالبان را در میان گروه‌های هراس افغان یاد می‌کند و تاکید می‌ورزد که پس از این در برابر پشتیبانان این گروه‌ها اقدام خواهد کرد. ما باید به پناهگاه امن هراس افغانان اجازه ندهیم و جلوی ترانزیت، تمویل و هر گونه پشتیبانی این ایدئولوژی بد صفت و شیطانی را بگیریم. باید هراس افغانان را از کشورهایمان بیرون کنیم. زمان آن فرا رسیده است تا کشورهایی را که از القاعده، حزب الله و طالبان و دیگر گروه‌هایی که مردمان بیگناه را قتل عام می‌کنند، پشتیبانی می‌کنند و آن را تمویل می‌کنند، افشا بسازیم و آن را مسئول نگه داریم. وی همچنان میگوید که شیوه برخورد با طالبان را تغییر داده است. ماه گذشته من یک راهبرد را برای به دست آوردن پیروزی در افغانستان در برابر هراس افغانی اعلام کردم. از این به بعد منافع امنیتی ما زمان و نحوه عملیات‌های نظامی ایمان را تدوین خواهد کرد، نه زمان بندی هایی که از سوی سیاستگران مطرح می‌شوند. در این میان از ایران به عنوان کشور یاد می‌کند که به کشورهای همسایه‌اش آشوب و خشونت می‌فرستد. پشتیبانی رژیم ایران از هراس افغانی در تضاد روشن با تعهدات بسیاری از همسایه‌هایش در جنگ با هراس افغانی است. این کشور منابع مالی را برای هراس افغانان فراهم می‌سازد. دونالد ترامپ ماه پیش راهبرد تازه نظامیش را برای افغانستان پس از ماه‌ها رایزنی با مشاوران امنیتیش اعلام کرد. در این راهبرد ترامپ گفت که آمریکا بیشتر به روند ملت‌سازی در افغانستان نمی‌پردازد، بلکه حمله‌های جدی را در برابر مواضع شورشیان انجام خواهد داد. از سوی دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا میگوید که ایران باید پشتیبانی از هراس افغانی را پایان بدهد. ترامپ کره شمالی را نیز تهدید میکند و میگوید که اگر ایالات متحده آمریکا مجبور شود کره شمالی را یکسره نابود خواهد ساخت. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا میگوید که تمامی کشورها باید از منافع خودشان دفاع کنند و ایالات متحده آمریکا نیز همین کار را میکند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در نخستین سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد که خودش آن را سخنرانی برای جهانیان گفت، ایران را یک کشور پشتیبان هراس افغانی می‌داند.
زمان بسیار است که کشورهای جهان باید با یک حکومت بی‌پروای دیگر که آزادانه درباره کشتار گروهی سخن میگوید و شعارهای مرگ بر امریکا و نابودی اسرائیل را سر میدهد رویارویی کنند. حکومت ایران یک دیکتاتوری مفسد در پوشش جعلی دموکراسی است. دونالد ترامپ میگوید که ایران به گروه‌های هراس‌افکن در کشتن مسلمانان بیگناه کمک میکند، اما باید مانع آن شد. او میگوید که توافقنامه هسته‌ای غرب با ایران برای ایالات متحده خجالت آور است. نمیتوانیم به یک رژیم قاتل اجازه دهیم که به فعالیت‌های بی‌ثبات کننده اش ادامه دهد و موشک‌های خطرناک بسازد. ما نمیتوانیم به توافقنامه‌ای که توسعه یک برنامه هسته‌ای را پنهان میکند پابند بمانیم. توافقنامه ایران یکی از بدترین و نیز یک جانبترین معامله است که امریکا وارد آن شده است. دونالد ترامپ کوریای شمالی را نیز به نابودی کامل تهدید می‌کند. او میگوید که موشک‌های کوریای شمالی تهدید در برابر تمامی جهان هستند. ایالات متحده توان و بردباری بالایی دارد، اما اگر مجبور شود که از خودش و متحدانش دفاع کند، ما به جز نابودسازی کامل کره شمالی گزینه دیگری نخواهیم داشت. مردی موشکی در یک عملیات خودکشی برای خودش و رژیمش قرار دارد. ترامپ میگوید که هر کشور حق دارد به دنبال منافع خودش باشد. ما انتظار نداریم که کشورهای گوناگون از فرهنگ، رواج‌ها و شیوه حکومتداری ما پیروی کنند، اما انتظار داریم که دو کار را انجام دهند: به منافع مردمان خودشان و نیز به حقوق هر کشور مستقل دیگر حرمت بگذارند. سخنان رئیس جمهور ایالات متحده در حال ابراز می شوند که انتظار می رود مقام‌های کره شمالی و برخی از کشورهای دیگر در سخنرانی‌هایشان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به سخنان دونالد ترامپ واکنش نشان دهند. همزمان امام علی رحمان رئیس جمهور ترکمنستان در سخنرانیش که همکنون جریان دارد از اوضاع بد امنیتی در افغانستان ابراز نگرانی کرد و تاکید دارد که کشورش در برابر حضور هراس‌افکنان در افغانستان نمیتواند خاموش بماند و این اوضاع باید به گونه جدی از سوی سازمان ملل متحد جدی گرفته شود. شما سخنرانی امام علی رحمان رئیس جمهور ترکمنستان همکنون به گونه زنده از تونونیوز می‌بینید. ما از گفتگو به عمل گذاریم و در پیاده سازی هدف‌های سازشنامه پاریس سهم گذاریم. عین حال تاجیکستان بر پایه مقررات سندی مذکور استراتژی ملی خود را آید به مطابق شوی با تغییریابی اقلیم تهیه نموده ایستاده است. با اندیشه ما در مرحله کنونی یکی از راه‌های نائل‌شوی به هدف‌های سازشنامه پاریس این توسعه اقتصادی سبز و استفاده باثمر از ذخیره‌های انرژی تجدید شونده به حساب می‌رود. در این ردیف ما جانبداری خود را از تشبس‌های جهانی انرژی استوار برای همه و 10 ساله بین المللی انرژی استوار برای دوره تا سال 2024 تاکید می‌نماییم. جناب رئیس، تاجیکستان شرکت فعال خود را در اجرای روزنامه سازمان ملل مربوط به آب ادامه خواهد داد. باعث خوشنودی است که ماه دکمبر سال گذشته مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اتفاق آرا قطعنامه را درباره 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 قبول نمود. اطمینان کامل داریم که تطبیق 10 ساله نو در سطح‌های ملی، منطقوی و بین المللی برای رسیدن به هدف رشد استوار مربوط به ذخیره‌های آب و حفظ این نعمت بی‌بها برای نسل‌های آینده مساعدت خواهد کرد. چند لحظه قبل با ابتکار ما در قرارگاه سازمان ملل متحد نشست سطحی بلند تحت عنوان در راه تطبیق 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار برگزار گردید که در آن شرکت کنندگان راجع بر راه‌ها و اصول‌های مؤثر تطبیق 10 ساله نو بین المللی و رسیدن به هدف‌های ششم رشد استوار ابراز اندیشه نمودند.
گذشته از این ما جهت انجام دادن بررسی و محاکمه پیشنهادات و تصدیق نقشه عملی 10 ساله نیت داریم که 22 مارس سال 2018 در روز جهانی آب در شهر نیویورک همایش افتتاحی 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018 2028 و ماه ایون سال 2018 در شهر دوشنبه کنفرانس بین المللی سطح بلند را برگزار نماییم. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان بود. او به گونه زنده در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخن میزد و شما بیننده سخنرانی ایشان از طلوع و طلوع نیوز رو بدید. و حالا ادامه خبرها. ریاست جمهوری میگوید که طرح قومگرایانه صواب‌الدین مخکخ دیدگاه شخصی او بوده است، نه دیدگاه حکومت. اداره امور میپذیرد که این طرح از آقای مخکخ بوده است. رئیس روابط خارجی این اداره میگوید که اگر صواب‌الدین مخکخ آمر نظارت و ارزیابی این اداره از مقامش کناره‌گیری نمیکرد از کار برکنار میشد. شمار از حقوقدانان میگویند که بر بنیاد قانون اساسی صواب‌الدین مخکخ باید به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شود. پس از بیرون شدن طرحی از گروه عمومی تلگرام اداره امور، مدیر نظارت و ارزیابی اداره امور ناگزیر شد که از مقامش کناره‌گیری کند. این طرح 12 فقره‌ای که قومگرایانه گفته شده است، واکنش‌هایی را برانگیخته است. معاون سخنگوی رئیس جمهور محتوای این طرح را دیدگاه‌های شخصی آقای مخکش می‌داند، نه دیدگاه حکومت. اداره امور مل خپل ځان اصول لري او هغه کسانو چې په دا عمل کړی دی اشخاص دي او له هغو اشخاصو سره قانوني برخورد شوی دی. نور به هم دا موضوع څېړله کیږي. آقای مخکش در یک نوار تصویری که در صفحه فیسبوکش پخش کرده است میگوید که کسی از کامپیوتر دفتر وی سوء استفاده کرده است. یو چا له کمپیوټر څخه سوء استفاده وشي چې بدبختانه زه د ډوډۍ په وخت کې د غرمې ډوډۍ ته تللی یم، یو څوک راغلی زما له کمپیوټر نه سوء استفاده کړې ده. این دفتری است که آقای مخکخ در اون کار میکرد و این درست امی جای آقای مخکخ است. اما این دفتر تنهایی نیست که تنها آقای مخکخ در اون کار میکرده باشند، بلکه در این دفتر در حدود 14 تا 15 تن دیگه هم کار میکنند. یک مقام اداره امور تایید کرده است که این طرح از آقای مخکش بود و میخواست به رهبری این اداره بسپارد. خود آقای مخکش قبل از اینکه استعفای خود دادن، ولی تصمیم اداره هم چنین بود. هرگاه این کار نمیکردن اداره اخراجشون تصمیم میگرفت که حالا این چیزشون پذیرفته شده و از رفته، ولی تصمیم اداره چنین چیزی بود. این به خاطر از اینکه چنین ذهنیت را شما میفهمید امکان داره در هر اداره در گذشته هم چنین حرفایی بوده باشه، ولی اکثرا افشا نمیشه. شماری از حقوقدانان میگویند که بر بنیاد قانون اساسی کسانی که مسائل تبعیض آمیز را با بکارگیری از امکانات دولتی در نهادهای دولتی پخش میکنند باید از کار برکنار شوند و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی گردند. استفاده از صلاحیت وظیفوی به هیچ عنوان قابل قبول نیست و تحت قابل ای است که باید توسط نهادهای عدلی و قضایی تحت تعقیب قرار بگیرد. رئیس مجلس سنا نیز بر وحدت ملی در نهادهای حکومت تاکید می‌ورزد و میگوید که مسائل قومی نباید در این نهادها جا داشته باشند. هر هغه څوک چې تاجک نه مني او هغه څوک چې ازبک نه مني، هغه څوک چې نورستاني او پشاهي او هزاره نه مني، هغه افغان نه ده. هفته پیش طرحی که 12 بند داشت از کانال تلگرام ریاست اداره امور پخش شد که در آن گفته شده بود حضور کارمندان تاجیک، هزاره و ازبک در این نهاد کاهش داده شود. شمار از کودکان خیابانی در کابل امروز رویاهایشان را نقاشی کردند. بیشتر این کودکان موتر و خانه نقاشی کردند. در این میان کودکان نیز هستند که رفتن به مکتب را در یک فضای امن همچون یکی از رویاهایشان نقاشی کردند. یکی از این کودکان که یک میدان سبز با بازیکنان فوتبال را نقاشی کرده است میگوید که میخواهد روز فرا برسد که او بتواند از طریق لیگ برتر فوتبال افغانستان با تیم‌های پرآوازه جهان چون ریال مادرید و بارسلونا رقابت کند. کودکانی که با جاده های پر از موتر و ترافیک کابل سر کار دارند، دست فروش هستند و اسپند دود می کنند، اما امروز رویاهایشان را با رنگ ها نقش می بندند تا روز به آنها برسند. واقعا چیزی که خیلی برای مهم بود اینه که واقعا این بچه ها رویایشان چیه و آیا اینا اصلا به رویاهایشان فکر میکنن؟
به خاطر همین بود که من اینا رو خواستم که رویای خود نقاشی کنن. با آنکه بیشتر این کودکان موتر و خانه نقاشی کردند، اما الهام یک میدان سبز با بازیکنان فوتبال نقاشی کرده است. آرزویم است که فوتبالش شویم و در تیم لیگ برتر چی شویم، یعنی دیگه بخش شویم، مشهور شویم. هوس بیگم 10 ساله که در جاده های کابل جراب می فروشد، ساختمان یک مکتب را نقاشی کرده است. ما مکتب میکنیم که ما یا معلم شوم یا دکتر شوم. وقتی امروز من اینا رو دیدم، اینا رو پر از استعداد دیدم، پر از آدمایی که واقعا یک چیزی هست در درون از اینا. همانند این کودکان 2 میلیون کودک دیگر روزانه روی جاده های کشور به ویژه روی جاده های کابل کار می کنند. قرار است رویاهای نقاشی شده این کودکان به نمایش گذاشته شوند و نیز پس از داوری بسی بهترین آنها جایزه های داده شوند. تا لحظات دیگر نبرد در حومه‌های شهر پلخمری، یک مقام بلندپایه ارتش جان باخت، 11 طالب کشته شدند. مدیر استخبارات حوزه 12 پلیس کابل به اتهام سوء قصد بر یک خبرنگار بازداشت شده است. سنگر نیازی، خبرنگار پیشین تلویزیون ملی، میگوید که مدیر استخبارات حوزه 12 هنگام احضار کارمندان ریاست مبارزه با جرم‌های جنایی وزارت امور داخله بازداشت شد و کسی که برای سوء قصد استخدام کرده بود سلاح میداد. در نامه‌ای که به تولونیوز رسیده است نیز آمده است که مدیر استخبارات این حوزه به این اتهام بازداشت شده است. مقام‌های نظامی در ولایت بغلان از جان باختن یک مقام بلندپایه ارتش در درگیری‌ها با طالبان خبر می‌دهد. مقام‌ها می‌گویند که رئیس ارکان کندک اول لوای دوم قلوردی 209 شاهین در جنگ با طالبان در حومه‌های شهر پلخمری جان باخته است. با گفته این مقام‌ها نبرد میان نیروهای دولتی و طالبان از 3 روز به این سو در حومه‌های شهر پلخمری ادامه دارد و در این نبرد تا اکنون 11 طالب کشته شدند. مراسم انتقال پیکر رئیس ارکان کندک اول لوای دوم پیاده ارتش در بغلان که در نبرد با طالبان جان باخته است. مقام‌های نظامی بغلان میگویند که جگلند صفایی رئیس ارکان کندک اول در نبرد مستقیم با طالبان در منطقه سرخکوتل شهر پلخمری به روز دوشنبه جان باخت. که متاسفانه یکی از جوانای مبارز قهرمان جگلند صفایی که واقعا از آغاز ماموریتش در بغلان دستاوردهای زیادی داشت و جوانی که واقعا احساسی نسبت به خاک و ناموس و وطن داشت. زحمات زیادی را در قسمت عملیات در بغلان کرد، متاسفانه با این عملیات جان شهادت کشید. یک ضایعه بسیار بزرگ در بخش ارتش ملی افغانستان هست. در همین حال فرمانده پلیس بغلان میگوید که در نبردهای 3 روز گذشته 11 طالب مسلح نیز کشته شدند و 15 تن دیگر آنان زخم برداشتند. قاطعیت نیروهای امنیتی در مقابله است. تانستیم که از بیس‌ها دفاع شود و 3 نفر از کماندوها و میپوست بیچاره تانستن بکشنشان و جمعاً تعداد 11 نفر کشته و 15 نفر زخمی از خود برجا گذاشتند. البته نیروهای هوایی کشور که تانست در مواقع بسیار خوب ما را تحت پوش امنیتی هوایی قرار بده و آتش توپچی که از سمتخانه شما عملا میدیدین ما ساحات تحت پوشش آتش توپچی قرار دادیم. یعنی یک تشریک و توانی بسیار قوی وجود داشت، اراده بسیار خوب بود، تفاهم و مدیریت بسیار خوب شد. تانستیم که نظامیان میگویند که طالبان پس از 3 روز حمله گروهی از اطراف پایگاه‌های نیروهای دولتی در حومه شهر پلخمری فرار نمودند. داخل شدند، بسیار مردانوار بچه‌ها قصد جنگ کرد. یک بلیس هم پیش نامده، یک بلیس امروز سوم است. ما مردم قید زده هستیم، یک بلیس هم پیش نامده. خوب تلفات سنگین هم داره. دشمن دساها فرار کرده، سنگرای اینا که از کدام استقامت قیمت مردم جنگ میکرده، سنگرها را مردم گرفتیم. بعضی مهمات و مرمی راکت پیکا چیزایش ماندگی است. هیچ زور آخرش زد، هیچ توانمندی ندارد که یا قشلاق بگیره یا کدام پستای ما را بگیره. میگه که ما مردم خبر شدیم سری مبارز جنگ بود، از همینجا حرکت کردیم، هیچ سری تک حقوق از اینا هیچ خبرم نداشتیم. دایندم بیز
مبارز رسیدیم اونجا دانه تنگ از اون از او بغل لباس که مادر ایدو زدیمش بریخ مسهر پاک از پیش گرفتیم اینا سنگرهای سابقه خودم یلکت بریخ. در نبردهای 3 روز گذشته 4 نظامی و 2 غیر نظامی جان باخته و بیش از 10 نظامی و غیر نظامی دیگر زخم برداشتند. تا لحظات دیگر پولهای هنگفته که از مرزهای افغانستان به گونه غیر قانونی بیرون می شود. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی از راه اندازی برنامه برای پرداخت حقوق کارمندان دولت از راه تلفن‌های همراه خبر می‌دهد. سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی می‌گوید که این برنامه نخست کارمندان وزارت معارف را در ولایت‌های فرا، پروان و ننگرهار زیر پوشش قرار خواهد داد. از سوی دیگر وزارت معارف می‌گوید که همکنون به علت ناامنی‌ها و نبود نمایندگی‌های بانک‌ها در بخش‌هایی از کشور حقوق کارمندان این وزارت به گونه نقدی از سوی معتمدان این نهاد پرداخته می‌شود. رئیس بانک مرکزی از بیرون شدن غیر قانونی پولهای هنگفت به ویژه دلار از مرزهای کشور خبر می‌دهد. خلیل صدیق که امروز به مجلس سنا فراخوانده شده بود میگوید که در برخی از حالتها این پولها حتی از میدانهای هوایی به بیرون از کشور انتقال می‌یابند. بانک مرکزی و نمایندگان بانک‌های خصوصی در نشست امروز مجلس سنا توافق کردند که پس از این تنها آن بانکنوت‌های افغانی که شکل ظاهریشان را از دست دادند نامناسب و غیر قابل دوران دانسته شوند. رئیس بانک مرکزی و نمایندگان بانک‌های خصوصی به روز سه‌شنبه در پیوند با مازل بانکنوت‌های نامناسب به مجلس سنا فراخوانده شده. آقای صدیق در گفته‌هایش در این نشست از آنچه که تلاش‌های بیرونی برای کاهش ارزش افغانی میگوید هشدار می‌دهد. کلدار وجود داره، این چالش است. ما امیال برای شما میگم دوستان، از پاکستان کلدار میه، از مارکت ما دلار خریده میشه، دلار پس میره، جست میه، طلا میره. این وظیفه بانک مرکزی نیست، سرحد ما کنترل کرد نمیتونم. رئیس بانک مرکزی تایید میکند که رویارویی با این چالش‌ها از توان این بانک بیرون است. ژوانده صاحب گفتن وقتی آمدم ما گفتم که ما دلار 50 افغانی میسازم. من فکر نمیکنم که ما اینقدر احمق باشم که ما یک معجزه رو بگویم میکنم. اگر هم یک چیز از ما وجود داره اینا بکشن در کجا ما گفتیم میره. ما حتی در بیانیه‌ای که در چیزاشون در پارلمان بر رای گیری برش گفتم که ما هیچ نوع معجزه رو نمیتونم بکنم. در حالی که شهروندان کشور در هفته‌های اخیر سخت درگیر بانکنوت‌هایی که از سوی بانک مرکزی نامناسب گفته شدند بودند، در این نشست روی چگونگی بانکنوت‌های غیر قابل دوران نیز تصمیم گرفته می‌شود. زمونږ استاد فیصله د رئیس صاحب د بانک سره ده هغه لوټونه چې خودکار دي استنجاق شوي دي او هغه چې توش شوي دي یو دوه او پنځه پیری کړی شوی او لوټ تغییر شوی نه ده دا ناچله نه دي. نن به دوی مکتوب بانکونو ته صرافانو ته ټول ته ورکوي. هر څوک چې د دې په وړاندې عکس العمل کوي رئیس صاحب د بانک وعده وکړه چې جریمه به د قانون په وړاندې به جزا ورکول کیږي. پیش از این اتحادیه صرافان سرای شهزاده برنامه گردآوری بانکنوت‌های نامناسب را از علت‌های اصلی کاهش ارزش پول افغانی در هفته‌های اخیر دانسته است. تا لحظات دیگر زمانی که برای نخستین بار دولت میانمار در برابر خشونت علیه مسلمانان واکنش نشان می‌دهد. ادامه خبرها در تولونیوس تقدیم می شود. سپاسگزارم از توجهتان در طلوع. همزمان با اعلام راهبرد تازه واشنگتن درباره افغانستان، آموزگاران نیروهای کماندو میگویند که روند آموزش‌هایشان را 2 برابر ساختند. این آموزگاران نیروهای ویژه کماندو میگویند که نیروهای کماندو را به گونه آموزش میدهند که در هر گونه اوضاع جنگی بتوانند دشمنان کشور را نابود سازند. قرار است که تا سال آینده شمار نیروهای کماندو از 16,000 به 23,000 افزایش یابد. اینان نخبگان نیروهای ارتش بودند که اکنون پس از 14 هفته آموزش‌های سخت به نفسگیر کماندویی و نیروهای کماندو خواهند پیوست. نخستین کار نشانه گرفتن هدفها به گونه دقیق است. ما یارا عیار می‌سازیم که تاکتیک یا اگر در ساحه جنگلزار باشن که یا سطر اخفا کنن، اگر در محیط دشت باشن باید بتونن
به حالت زیگزاگ حرکت کنم. داخل شدن به محوطه هایی که زیر تهدید هستند بخش دیگری از این آموزش هاست. این روش بیشتر در عملیات های شب هنگام کاربرد دارد. اما اگر اشتباهی کنند با چنین مجازاتی روبرو می شوند. تمرینات عالی است که در مکتب عالی شامل شدیم و بسیار تکتیکای آموزنده و عالی داریم که ما در 34 ولایت افغانستان بریم از این تکتیکای پیشرفته استفاده کنیم. ما بسیار تعلیمات عالی را دیدیم و در مقابل دشمن توانایی از این را داریم که ما مقابله کنیم و دشمن در هر کجایی که باشه از بین میبریم. بخش دیگر آموزش های نیروها رفتن به محل های زیر تهدید همراه با چرخبال هاست. اینان می آموزند که چگونه امنیت چرخبال هایشان را بگیرند و چگونه خودشان را به هدف ها برسانند. دا مخکې نه دلته تمرینات ترسره کوو. بعد د تمرینات زو خپل عملی باندې ته یا عملیات ترسره کوو. بیشتر این آموزش ها زیر نظارت مشاوران خارجی انجام می شود. حضور کماندوها در میدان های جنگ یکی از کلیدی ترین گزینه ها به خاطر سرکوب تهدیدها گفته شده است و حکومت افغانستان هم تلاش دارد تا شمار این نیروها را تا سال آینده به 23,000 تن برساند و این نیروها بیشتر در عملیات های شب و روز مصروف سرکوب تهدیدها هستند. شریف امیری، طلو نیوز. مشاور دولت میانمار خشونت‌ها را در ایالت مسلمان نشین راخین نکوهش می‌کند و در سخنرانیش برای دیپلماتان خارجی می‌گوید بیشتر از نیم مسلمانان ایالت راخین روستاهایشان را ترک نکردند. این در حالی است که در هفته‌های اخیر بیشتر از 400,000 تن از مسلمانان روهینگیا به بنگلادش پناه بردند. آنگ سان سوچی مشاور دولت میانمار و رهبر بالقوه این کشور سرانجام سکوتش را در برابر آواره شدن صدها هزار مسلمان روهینگیایی شکست. او خشونت‌ها را در ایالت راخین میانمار نکوهش می‌کند. ما هر گونه نقض حقوق بشر و نیز خشونت‌ها را نکوهش می‌کنیم. ما به بازگردانیدن صلح و ثبات و حاکمیت قانون به سراسر ایالت راخین پابند هستیم. در همین حال بانو سوچی میگوید که تمامی مسلمانان روهینگیا آواره نشدند. فکر می کنم کمتر کسی می داند که بیشتر مسلمانان ایالت راخین آنجا را ترک نکردند. روستاهای بیش از 50% این مسلمانان دست نخورده هستند. اما آوارگان روهینگیایی که در اردوگاه‌های پناهجویان در بنگلادش به سر میبرند ادعاهای آنگ سان سوچی را رد میکنند. پیش از آن که آنگ سان سوچی به قدرت بیاید ما در صلح زندگی می کردیم، اما هنگامی که او آزاد شد و از دموکراسی سخن گفت شکنجه ما هم آغاز گردید. سخنان او اکثرا دروغ هستند. اگر مسلمانان دیگر هم می توانستند از خانه هایشان فرار می کردند، اما آنان در محاصره هستند. حکومت میانمار میگوید که پس از حمله های یک گروه مسلح بر نیروهای دولتی این کشور عملیات را در برابر این هراس‌افکنان آغاز کرده است. اما کشورهای جهان میپرسند که چرا از بهر سرکوب یک گروه کوچک صدها هزار غیر نظامی از خانه هایشان آواره شدند. آدمربایان 3 کارمند گمرک هرات را پس از ربودن گلوله‌باران کردند. این کارمندان 35 روز پیش هنگامی که از گمرک اسلام قلعه به سوی شهر هرات می آمدند از میان راه از سوی مردان مسلح ناشناس ربوده شدند. سخنگوی پلیس هرات می گوید که این مردان دیشب در ولسوالی کهسان هرات کشته شدند و پلیس 9 تن را در پیوند به این رویداد بازداشت کرده است. این مردان در گمرک اسلام قلعه هرات کار می کردند و هنگامی که به سوی شهر هرات می آمدند از سوی آدمربایان ربوده شدند. 35 روز در زندان آدمربایان بودند، اما پس از آن که خانواده های آنان با آدمربایان پول نپرداختند، این کارمندان از سوی آدمربایان گلوله‌باران شدند. دیروز عصر اینا را آوردن به 3 کیلومتری ولسوالی کوهستان یک قریه به نام بای محمد اینا را شهید کردند. بسیار به حالت فجیعانه شهید کردند. علت شهادت اینا بوده که اینا نمیتوانستند $1 میلیون را پره بکنند. آدمربایان پس از گلوله‌باران کردن این مردان با باشندگان محل خبر دادند تا جسدهای آنان را به خانواده هایشان برسانند.
سرانجام عصر روز سه شنبه جسدهای این سه کارمند گمرک هرات به شفاخانه حوزوی هرات انتقال داده می شود. اینا بین سنین 45 تا 50 سال عمر دارن که دو تن باشنده ولایت هرات هستند و یک تن هم باشنده ولایت پروان. در همین حال سخنگوی پلیس هرات میگوید که 9 تن را پیش از کشته شدن این کارمندان در پیوند به این رویداد بازداشت کرده است، اما پیش از آن که عملیات آزادسازی آنان آغاز شود آدمربایان این کارمندان را کشتند. پلیس همزمان با اینکه اینا رو بوده میشن داخل اقدام شد با تشریک مساعی ریاست امنیت ملی ولایت هرات و همچنان جرایم سنگین پیرامون این رویداد 9 تن بازداشت کرد که این افراد به جرم خود اعتراف دارند و فعلا تحت نظارت پلیس قرار دارند. جاده هرات اسلام قلعه از شاهراهای امن هرات به شمار می رفت، اما از چند ماه به این سو چندین رویداد آدمربایی و قتل از سوی طالبان و تفنگداران ناشناس در این جاده رخ دادند. خانواده‌های دانش آموزان مکتب‌های افغان ترک خواستار به دادگاه کشانیدن علی ارغون چنار مسئول نهاد توسعه و همکاری‌های جهانی ترکیه شدند. در پاسخ به گفته‌های آقای چنار که 3 روز پیش مکتب‌های افغان ترک را با آموزش‌های با ماهیت هراس افغانانه متهم ساخت، آموزگاران و خانواده‌های دانش آموزان این مکتب‌ها از نهادهای عدلی و قضایی می‌خواهند که او را زیر پیگرد قانونی قرار بدهند. خانواده‌های این دانش آموزان می‌گویند که آقای چنار به هیچ سند و مدرک اتهام سنگینی را بر این مکتب‌ها وارد کرده است. از همین رو بر بنیاد قوانین جزایی افغانستان وی باید محاکمه شود. مکتب‌های افغان ترک نهاد است که از 22 سال بدین سو در افغانستان کار می‌کند. اما 3 روز پیش این نهاد از سوی نهاد توسعه و همکاری‌های جهانی ترک به آموزش‌های با ماهیت هراس افغانانه متهم شد و همین اتهام انتقادهای تند خانواده‌های دانش آموزان این مکتب‌ها را برانگیخته است. خانواده‌های دانش آموزان از نهادهای عدلی و قضایی می‌خواهند تا نهاد توسعه و همکاری‌های ترک را زیر پیگرد قانونی قرار بدهند. بیش از 6000 افغان شاگردای این مؤسسه فارغ دارد. یکیش هم ارگانهای کشفی و امنیتی افغانستان گرفتار نکرد. پس ارگانهای کشفی ما به در نمیخورد. چرا به قول آقای چنار این فعالیت تروریستی است؟ حواله اتهام اصطلاح تروریست به رهبری مکاتب افغان ترک که بر طبق قوانین افغانستان فعالیت میکند و اجازه فعالیت دارد توهین به دولت افغانستان تلقی میگردد. بار این اتهام را 8000 دانش آموز و بیش از 800 آموزگار و کارمند نهاد نیز بر دوش میکشند. ما شخصا صنف 11 هستم، میخوام دیگه سال صنف 12 که میشم به کنکور آمادگی میرم. طبعا تاثیر میکنه، بالای درس ما زیاد تاثیر میکنه، چون وقتی فکر ما آرام نباشه ما درس خوندن نمیتونیم. روزنامه استادان و شاگردا تاثیر زیادی کرده ولی اصلا این شب بنیاد نداره. غلط است مطلق. به خاطر که مکتب بدنام ساخته باشن این گپا را به راه میندازن. از 11 مکتب افغان ترک در چند ولایت افغانستان تاکنون بیش از 6500 دانش آموز فارغ شدند. آصف مهمند عضو شورای ولایتی بلخ از شورای ملی می‌خواهد که به قضیه وی رسیدگی کند. آصف مهمند امروز عریضه‌هایی را به مجلس نمایندگان و سنا سپرد تا به گفته خودش علت به درازا کشیده شدن پرونده وی را پیگیری کنند. این عضو شورای ولایتی بلخ عطا محمد نور والی بلخ و افراد وی را به بازداشت و شکنجه خودش متهم کرده است. ادعایی که از سوی والی بلخ به بنیاد و یک توطئه خوانده شده است. آصف مهمند بر روز سه‌شنبه در برابر شورای ملی عریضه‌هایش را به مجلس‌های نمایندگان و سنا سپرد. دلیلش چی است که یک ماه میشه قضیه ما تو خاموش است. امی روشن شود، واضح شود که گناهکار گناه خود، هر کس که گناه کرده جزای خود ببینه. پیش از این حکومت هیئتی را برای بررسی ماجرای که آقای مهمند ادعا دارد میان والی بلخ و او رخ داده است تعیین کرده بود. ای که یک فرد عادی از این ملک باشه، یک وکیل شورای ولایتی باشه، یک وزیر باشه، یک والی باشه، مطابق به قانون اساسی حقش است و ارگانهای عدلی و قضایی هم مسئولیت داره که عدالت را باید تامین کنه. بر بنیاد ادعای آصف مهمند یک ماه پیش افراد عطا محمد نور وی را از میدان هوایی مولانا جلال الدین محمد بلخی با خودشان بردند و برای ساعت شکنجه و لطوکوب کردند. اما والی بلخ این ادعا را یک توطئه سیاسی می‌داند.
گلبدین حکمتیار از شهروندان کشور می‌خواهد که جنگ خواهان را پشتیبانی نکنند. گلبدین حکمتیار که در میان هوادارانش در شهر هرات سخن میگفت تاکید می‌ورزد که گروه‌هایی که در کشور خواهان ادامه جنگ هستند چهره‌های منفور به شمار می‌روند و این گروه‌ها دیگر در میان مردم جایگاه ندارند. رهبر حزب اسلامی در میان هوادارانش در مسجد جامع بزرگ شهر هرات میگوید که جنگ در افغانستان از بیرون کشور سازماندهی شده است و سود این درگیری ها نیز به کشورهای بیرونی میرسد. از عناصر جنگ افروز حمایت نکنید، پناه ندید، شعارهایشان را بدرقه نکنید، به اونا عمل نشان بدید که از اونا و شعارهای جنگیشان نفرت دارد. وی بر گفتگو با گروه طالبان تاکید می‌ورزد و از کشورهای همسایه می‌خواهد که دشمنان افغانستان را پشتیبانی نکنند. از فقر و گرسنگی و محرومیت افغان‌ها استفاده غلط نکنین و اونا را به بهای اندک چون جنگجوی اجیر استخدام نکنید و به خاطر اهداف شوم خود در داخل افغانستان و در خارج به جنگ نفرستند. در همین حال والی هرات از همه گروه‌های درگیر در کشور می‌خواهد که به روند صلح بپیوندند. اکنون تصمیم به حامیان تروریسم بین المللی و مخالفین مسلح دولت است که به حمایت‌های خود از این برادرکشی ادامه می‌دهند یا به استقرار صلح بین برادران خود در افغانستان کمک می‌نمایند. پس از امضای توافقنامه صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی، این نخستین سفر رهبر حزب اسلامی در ولایت‌ها برای سخنرانی در میان هوادارانش به شمار می‌رود. احمد جاویدی زیارتجاهی، طلوع نیوز، هرات. خبرهای ساعت در را در همین جا به پایان می‌رسانیم. پس از وقفه کوتاه خبرهای ورزشی تقدیم می‌شود. خداوند نگهدارتان. و سلام دوباره، خوش آمدید به این بخش. نخست خبرهای داخلی. تیم ملی فوتسال کشور در سومین دیدارش در بازی‌های داخل تالار آسیا ترکمنستان فردا در برابر ازبکستان به میدان می‌رود. ملی پوشان کشور اکنون با 2 پیروزی پرگل در برابر چین و مالدیو یکتاز صدر گروه نخست این رقابت‌ها است. ملی پوشان فوتسال کشور پس از به زانو درآوردن چین و مالدیو اکنون در فکر از پیشرو برداشتن ازبکستان هستند. تیم ملی فوتسال کشور در بازی‌های داخل تالار قهرمانی آسیا 2017 ترکمنستان با 2 پیروزی پرگل در برابر چین، یکی از ابرقدرت‌های فوتسال و مالدیو، گام بلندی را برای فتح جام قهرمانی این پیکارها گذاشت. ملی فوتسال یکی از رشته‌ای است که در افغانستان میتونه که رشد خوبی رو در کوتاه مدت داشته باشه و ما توجه بسیار خاصی داریم به این رشته ورزش. ان شاءالله که بتونیم که نه تنها در میدان‌های المپیکی بتونیم که در میدان‌های سایر رقابت‌های آسیایی بتونیم نتیجه بگیریم. بازی خوبه است دیگه، ان شاءالله ببریم دیگه بازی. فوتسال بازان کشور در نخستین دیدارشان جشنواره گل برپا کردند و 6-1 چین را از پیشرو برداشتند و در دومین دیدارشان نیز با نتیجه مشابه 6-1 مالدیو را به زانو درآوردند و خود را به عنوان یکی از مدعیان قهرمانی این بازی‌ها معرفی ساختند. نمیدونم بهتر زار شدیم تا تونستیم 4 گل به ثمر برسانیم و از یک بازی که حریف ضد فوتسال میکرد، بازیکن‌های بلند، سرعتی و قدرتی داشت اما کار تیمی آنچنان خوبی نداشتن، تونستیم که نتیجه لازم و رضایتمندانه را بگیریم. تیم ملی فوتسال کشور در گروه نخست این پیکارها با مالدیو، چین، ازبکستان و امارات هم گروست. فوتسال بازان کشور با 2 پیروزی، 12 گل زده و 2 گل خورده با به دست آوردن 6 امتیاز در صدر گروه نخست ایستاده است. کاروان ورزشی کشور در دومین روز از 5مین دور بازی‌های داخل تالار و ورزش‌های رزمی آسیا باز هم خوش درخشید و 2 مدال برنز دیگر را به دست آورد. این مدال‌ها در بخش کشتی کمربندی به نام افغانستان ثبت شد. افغانستان در دومین روز رقابت‌های داخل تالار و رزمی آسیا همچنان خوش درخشید.
ورزشکاران کشور دیروز در رشته‌های کشتی، کمربندی، موتای درخشش خوبی داشتند و به 2 مدال برنز رسیدند. ورزشکاران کشور با انگیزه بلند کارشان را دنبال کردند که در رشته‌های موتای، جوجیتسو، کشتی کمربندی و فوتسال به پیروزی‌های ارزشمندی رسیدند. در این روز موتایکاران کشور در برابر حریفانشان فوق‌العاده ظاهر شدند. محمد یوسف جهانگیر در وزن 63 کیلوگرم در رقابت نخستش توانست ورزشکار چینی را شکست بدهد و به دور بعد راه یافت. در وزن 54 کیلوگرم احمد حسن‌زاده توانست موتایکار هنگ‌کنگ را از پیش رو بردارد. در وزن 75 کیلوگرم حسین حسینی توانست حریف چینیش را ببرد. در جوجیتسو عبدالحمید مهردل توانست حریفان از کشورهای امارات و عراق را ببرد، اما از مبارز ایرانی شکست خورد و از مدال بی‌نصیب ماند. در رشته کشتی کمربندی افغانستان 2 مدال برنز گرفت. سیدگل مهربان در وزن 82 کیلوگرم با شکست دادن حریفان از تاجیکستان و ایران و پذیرفتن شکست از کشتیگیر قرقیزستانی موفق به دست آوردن مدال برنز شد. همچنان احمد جاوید احمدی با پیروزی برابر حریفان از ازبکستان و ترکمنستان و شکست در برابر ایران به مدال برنز رسید. اما دیروز روز خوبی برای تکواندوکاران کشور نبود. بلال زازایی که در ابتدا هموطنش را شکست داد و به دور بعد راه یافت، در مرحله دوم توانست ورزشکار عربستانی را ببرد، اما در بازی سوم در یک بازی سخت و نفسگیر برابر ورزشکار کازاخستان در امتیاز طلایی شکست خورد. فرناز یعقوبی دیگر نماینده افغانستان در وزن 46 کیلوگرم نیز در ابتدا این را شکست داد و سپس با پذیرفتن شکست از حریف چینیش نتوانست که به نیمه نهایی راه یابد. بدین ترتیب کاروان ورزشی کشور با به دست آوردن 1 مدال طلا، 1 مدال نقره و 2 مدال برنز در میان 64 کشور شرکت کننده جایگاه 14ام رده‌بندی کشورهای مدالی را در اختیار دارد. در خارج از افغانستان و در دنیای فوتبال، در رقابت‌های فوتبال لالیگا اسپانیا، بارسلونا امشب در ورزشگاه نیوکمپ میزبان تیم فوتبال ایبار است. بارسلونا در 6 تقابل اخیر خود برابر ایبار به پیروزی رسیده است. بارسلونا امشب در ورزشگاه نیوکمپ به مصاف ایبار می‌رود. بارسا که در 4 دیدار گذشته خود توانسته است در بهترین شرایط 12 امتیاز ممکن را به دست بیاورد، در رتبه نخست لالیگا بدون هیچ گونه مزاحمت از سوی رقبا قرار گرفته است. ایبار نیست که انتظار چندانی برای قدرت نمایی در دیدار برابر بارسلونا از آنها نمی رود. با کسب 6 امتیاز تا به اینجای کار رتبه 12ام را در دست دارد و انتظار روز بسیار سختی را در دیدار برابر بارسا برایشان انتظار می‌رود، چرا که با کسب نتیجه شکست که احتمال آن زیاد است، رتبه این تیم در جدول لالیگا دچار افت خواهد شد. بارسلونا در 6 تقابل خود برابر ایبار آمار کاملا یک طرفه دارد، چرا که در هر 6 دیدار گذشته این دو تیم این بارسایی ها بودند که توانستند به پیروزی برسند و ریکارد 100% پیروزی را برابر این تیم از آن خود کردند. بارسلونا که به تازگی با مشکل آسیب دیدگی عثمان دمبله و دوری 3 الی 4 ماهه او از مایادین روبرو شده است، به گونه قطعاً این بازیکن را در کنار آردا توران و رافینیا در اختیار نخواهد داشت. قضاوت این دیدار نیز بر عهده آلخاندرو ارناندز، داور جنجالی ار فصل لالیگا خواهد بود.
در بوندسلیگای آلمان در هفته پنجم رقابت‌های فوتبال بوندسلیگای آلمان امشب بایر مونیخ در برابر شالکه 04 به میدان می‌رود. در 20 بازی گذشته بین بایر مونیخ و شالکه 14 پیروزی برای بایرن و 3 پیروزی هم برای شالکه به ثبت رسیده است و 3 دیدار نیز به گونه مساوی پایان یافته است. تیم‌های شالکه و بایر مونیخ در حال امشب باید از هفته پنجم بوندسلیگای آلمان به مساف یکدیگر بروند که رتبه‌های سوم و چهارم را در اختیار دارند. شالکه توانسته است در 4 دیدار گذشته خود عملکرد بسیار خوب را از خود ارائه دهد و با 9 امتیاز سایه به سایه بایر مونیخ در رتبه چهارم در حال پیشرفت برای رسیدن به صدر جدول است و رقیب بسیار جدی و مهم برای شاگردان کارلو آنجلوتی به شمار می‌رود. بایر مونیخ و شالکه در 20 بازی گذشته خود آمار جالب را دارند، چرا که بایر مونیخ موفق شده است 14 دیدار از 20 دیدار گذشته خود را برابر شالکه به پیروزی برسد و برابر رقیب قدیمی و سنتی خود دست برتر را داشته باشد تا تنها سهم شالکه 3 پیروزی باشد و در نهایت 3 دیدار نیز بین دو تیم با نتیجه تساوی به پایان رسید. بهترین پیروزی بایر مونیخ برابر شالکه به بازی سال 2013 میلادی برمیگردد که با نتیجه 5-0 پیروز شد. شالکه نیز بهترین پیروزی خود را در سال 2010 برابر بایرن به دست آورده است که این دیدار با نتیجه 2-0 به سود آنها پایان یافته است. بایرنی‌ها تا پیش از آغاز این دیدار با خبر شوکه کننده روبرو شدند تا مانوئل نویر سنگربان قدرتمند خود را به علت شکستگی پای چپ در اختیار نداشته باشد، چرا که او در تمرینات روز گذشته خود دچار شکستگی پای چپ شد تا مورد عمل جراحی قرار بگیرد و به احتمال فراوان برای مدت 4 ماه از میادین به دور خواهد بود. A huge confidence boost for Marcus Weinziel's Schalke and a rare setback for title-chasing Bayern. پائولو دیبالا دوران فوتبالی خود را از کودکی آغاز کرد. وی استعداد بسیار فراوان داشت و از وی به عنوان میسی تازه آرژانتین نیز یاد می شود. در سال 2012 میلادی پائولو به گونه رسمی شهروند ایتالیا شد و در حال حاضر نیز در ایتالیا زندگی می کند. دیبالا در سال 2015 سوی جراردو مارتینو و تیم ملی بزرگسالان آرژانتین دعوت شد و در نخستین بازی خود در مقدماتی جام جهانی با پیراهن تیم ملی آرژانتین در برابر پاراگوئه داخل میدان شد. پائولو دیبالا دوران فوتبالی خود را از کودکی آغاز کرد. او استعداد بسیار فراوانی داشت و خانواده او نیز پسرشان را در این راه پشتیبانی می‌کردند و از وی به عنوان میسی تازه آرژانتین نیز یاد می‌شود. با روز 13 اگست سال 2012 میلادی پائولو به صورت رسمی شهروند ایتالیا شد و در حال حاضر نیز در این کشور زندگی می‌کند. دیبالا برای حضور در تیم ملی پولند و ایتالیا واجد شرایط بود، اما علاقه‌اش را برای حضور در تیم ملی آرژانتین ابراز کرد. انجمن فوتبال آرژانتین نیز به علاقه او پاسخ داد و وی برای تیم ملی زیر 17 ساله‌های آرژانتین فراخوانده شد. با روز 22 سپتامبر سال 2015 میلادی جرارد مارتینو نیز او را به تیم ملی بزرگسالان آرژانتین دعوت کرد. دیبالا در سال 2015 و در رقابت انتخاباتی جام جهانی برابر پاراگوئه اولین بازی رسمی خود را برای آرژانتین انجام داد.
در آن بازی وی جاگزین کارلوس تیوز شد و بازی نیز با نتیجه بدون گل به پایان رسید. I'm leaving you behind, but it's not the end. No, no, no. Walking on the plane as I hold my breath. It's gonna be a week till I breathe again.